مدیراتورا ما خواهش میکنم که شما پیروی نکنید که این سوال ها و جواب ها همه ضبط کرده می شود و MP3 از طریق MP3 در یوتیوب و در فیسبوک و در ادنکلاس اینا نشر کرده می شود. خب میگذاریم در قسم سوال ها. از اول بخون که چی نمود سوال نامشو بگو کی نمود. البته این انسان به نام رسول دولتوف سوالنامه به گروه 24 در اینجا نوشته است که از آغاز در افیر پیدا شدن رادیوی اینترنتی زیلو از شنوندگان دائمی و هواداران گروه 24 می باشم، ولی تدریجاً برایم معلوم شد که عقیده های پایدار هوا و پاپولیسی در بین سروران گروه و مدیراتوران رادیو جایگاهی اساسی را اشغال کردند و آنها نقشه و نیت‌های واقعی برای راه فردا طرح ریزیده شده ندارند. خب سوال اول از حاجی عمر علی خواهش کرده می شود که سوال گوش کنند به سوال جواب بگن. شما عمر علی قواتوف خود را شخصیت مخالف و اپوزیسیونر می حسابید. چرا در زمان ثروتمندیتان به حل مشکلات جامعه صدا بلند نکردید؟ رحمتی کلان. البته دوستای عزیز پیش از سوال جواب گفتن ما شما را میخوام گفتن که سیستم یگانه یا که مثلا امنیت یک نمود بازی میکنه در گپ زدن و حیله بازی ای است که از اول داخل میشن در صحبت و در آخر سوالای آخرش پرووکاسیونی را میبینیم. سوالی است که برای چی ما از اول وقتی که امکانیت داشتیم برآمد نمیکردیم. البته این از اول سوالایی که چند بار جواب دادیم اینو گوش نکردن، بازم جوابش این است. از اولی که ما در مثلا در تاجیکستان شرکت داشته بودیم دویمو دعوت میکردیم بیدادیم، لیکن امکانیت نداشتیم برآمدن در مابین مردم با مبارزه بریم، زیرا که میدانستیم که رژیم بدبختانه تاجیکستان بسیاری تجارا را و آدمای روشنفکر و ژورنالیست‌ها را نابود میساخت به هر نمود. و این روز در تاجیکستان معلوم شد به مثل زاهد سعید و شهرت قدرت و ده ها آدمایی که فقط میخوان آزادی را وضعیتشون چی است. گمان میکنه که خداوند ما را تیار کرد در مابین داخلشون چی طوری که در اویله فرعون مثلا حضرت موسی را ماند و اونا از مسئله بخور شدن از همه ظلم و ما هم از مسئله داخلشون از همه ظلم و از همه بدبختی ها بخور شدم و وجدان من مرا برداشت و با رضایت خداوند ما همین وقت مبارزه را پیش بردم. مرا من سوال دیمتی. خب سوال دوم، حالت اقتصادی کشور قناعت بخش نیست. آیا شما خود را همچون یکی از صاحبکاران نزدیک به دایره های تصمیم گیری در سابقه شریک می حسابید؟ نه، چرا که ما از اول به مطابق حرکت امیر رژیم ناراض بودیم و هر چیزی که ما پیشنهاد میکردیم که رژیم باید استراتژیش عوض کنه رژیم نکرد، با این خاطر ما حرکت کردیم در مسئله مبارزه که مردم از این چاه بکشه. مرا من سوال دیگه تیم. سوال سیوم، موضوعهای خطای و مناسبت‌های این کشور با تاجیکستان موضوعهای کلیدی رادیوی زیل را تشکیل می‌کند. آیا شما خودتان به این نقطه رسیدید که این کشور دشمن است یا به شما خدمات امنیتی کمک می‌کند؟ برادر، مسئله جوابی است که ما میدانیم چی است کشور چین و ما گمان نمیکنیم که چین دشمن تاجیکستان است. این گپا خطا هستند. ما گمان میکنیم که فقط رژیم و اولاد امام علی مثلا دشمن مردم است، دشمن خلق است و ما راه مبارزه مون پیش میبریم به یگان مثلا امنیت یگان کشور قطعی. رحمت سوال دیگه. سوال چهارم، باز هم موضوع خطای. چرا وقتی که تاجر بودید و مالهای چینی را به بازارها از طریق شرکت فراز و تاجران سرازیر میکردید،
چرا مخالف خطای ها نشدید؟ دوستای عزیز، ما گمان میکنیم که در این سوال این شخصی که سوال میتیه پرووکاسیونی تو حتی فکر نمیکنه که چرا ما باید خطای دشمن بگیریم به تاجیکستان. مثلا بار خرید فروشی در مسئله چین یک ترانسپورت کمپانی قطعی گذراندن این گناه نیست و ما عموما از اول گفتیم که چین به مسئله مردم تاجیکستان دشمن نیست. دشمن ما فقط امامعلی است که در چین امکانیت میکنه سودا میکنه زمینای تاجیکستان در اونو راه میتیه به خاطر چی؟ غارت کردن ملت. به این خاطر استراتژی سوالتون نادرست است. یگان کشور به ما دشمن نیست، دشمن ما در داخل تاجیکستان است. این اولاد امامعلی است. مرا سوال دیگه تی. سوال پنجم، اپوزیسیایی که شما تشکیل کردید مردم محصول سازشنامه پنهانی، پسی پردگی و بازی سیاسی با حکومت میداند. از این لحاظ به شما باور ندارند. این راست است؟ گمان میکنم که در حالت سوال اینا در مثلا میخوام فهمیدن که مردم طرفدارای آزادی نیستند و مردم طرف ما نیست. گمان میکنم این آدمی که سوال میتیه با خبر نیست که در همه کوچه‌های تاجیکستان، در همه شهرها، در همه جا صحبت آزادی است و ما نتیجه و نقشه را گرفتیم و ما بریدیم و این روز میگه که ما به اندازه پیش رفتگی هستیم در مبارزه خودمون. گمان میکنیم که استراتژی ما 100% درست است. رحمت دیگه سوالتی. خب دوستای عزیز، در همین سوال پنجم ما یک چیز مفصل‌تر برای شما بفهمونم. در اینجا گفتگی است که اپوزیسیایی که شما تشکیل کردید مردم محصول سازشنامه پنهانی، پسی پردگی و بازی سیاسی با حکومت میداند. یعنی که این کاری که حاجی عمر تشکیل کردگی است یک بازی سیاسی است. مردم به حاجی عمر باور ندارند و هر کسی که همراه یکجا میشه او دستگیر کرده میشود. این یعنی که خودش آدم حکومت باشه. با این هم سوال کردگی است که مردم ترا باور نداره. رحمت گپ دایی است که اگر که مردم دما باور نمیداشت اینقدر غم و اینقدر عذاب به گردن نمیگرفت در این مبارزه و در پس پرده در مدت 24 سال این نمود استراتژی حکومت نداشت. کلان کدگی نبود در مابین اپوزیسیای آدمی که مثلا آدمایی را برداره در ضد خودش. امیدوار هستم که مبارزه‌ای که ما بردیم و ما همه خیانت‌های حکومت نشوندیم و همه دزدیاشو گفتیم و امید دارم که مردم خودش از این حرکت مبارزه ما اخلاص میکنه و میبرداره و نگاه میکنه، نظر میکنه و تلخ ایترش میشناسه، واقعیت برآورد کرده در مسئله مبارزه پیش میبرد. هر راهی که باشه در این راه ما و شما در یک نتیجه کلان رسیدگی هستیم و امید دارم که بفایده است این سوال ها در مثلا گفتن که ما از طرف امنیت هستیم. رحمت. خب سوال ششم، عمرعلی قوتوف درباره صحت و سالمی روانی شما سر و صداها زیاد است. یعنی شما کسل روحی دارند و یا دیگر و دیگر، تا کجا این آوازه ها اساس دارند؟ هر یک کسی که برای مردم تاجیکستان میخواد که یک آزادی بیاید از غم بکشه در نزد حکومت و در نزد دیگر گروه هایی که مثلا دزدی میکنن، غارت میکنن، اونا را حکومت روحانی میگه، کسلی میگه، شپیون میگه و هر گتی را میگه.
و امید دارم که برای امامعلی 8 میلیون اهالی توجیه کسی که آزادی میخواه همشون کسلی روحی دارن. همش باید کنیز امامعلی باشن. در او حالت یگان کس کسلی روحی نمیشه برادران. من این گپا دست نه، این واقعیت هم دارد. در پیونده اسنادشون هم قلبکی است، همه گپاشون دروغ است. سوال هفتم: چی طور شما یک باره در صحنه سیاسی روسیه جای یافتید؟ منصوبیت بعضی رفیقهای شما به امنیت روسیه میدانند، راست است؟ برادران، پیش از وقتی که من مبارزه را حرکت میکردم میدونستم که پایه کلانترینی که میقپه امامعلی را این مملکت روس است. باید از داخل مبارزه را پیش سر کنیم و وضعیتم وزدینم باشه. برآمدهای ما از سببی که من روسی را میدونستم و بسیار دوستای ما در مابین روس روسیه مثلا مردم تویستان میگفت که حرکت مبارزه را از داخل سر کردن در کار است. گمان میکنم که به یگان امنیت، به یگان حرکت ما از در داخل روسیه برآمد کردیم و فرقی نداشت که در کجا برآمد کردیم. اگر که در پدزمین پیریخود میبود اگر ما برآمد میکردم که مردم بیدار شوند. گمان میکنم که نتیجه خوب داد. اینجا یگان بازی در مابین امنیت هم نیست. اینجا فقط ناترسی ما کار کرد که من نترسیدم در مابین مردم برآمدن. چون که شما میدونید در روسیه ما یکم دفعه برآمدم در مابین مردم، در مابین خلق روس برآمد کرده گفتم که شیطان واقعی در تاجیکستان امامعلی رحمان است. این نشانه سیاست نیست، این درد ملت بود در مابین که من گفته بودم. همین است که من میتونم گفته که در مابین یگان نمود سیاست و یگان نمود امنیت نبود. واقعیت یک گپ بود، ناترسی، از ترس گذشتن. یک انسانی که نمیترسه در مابین گپ بزنه و همین قطعی من میفخرم. دوست مرحمت. سوال هشتم: نیکولایف با تاجیکستان چی پیوندی دارد؟ نیکولایف به سببی که ما وقتی که میشستیم او از مسئله اپوزیسیون روسیه است و در مابین این هزار نمود نقشه‌ای که گپ میزد که در مسئله ضد یک حکومت برآمد کردن باید یک مقدار استراتژی داشته باشیم که عوض کنیم مثلا حرکتی که مردم بیدار شوند. نیکولایف ما یک شخصی را میشناسم که گپش تلخ هم باشه یگان وقت گپی راست هم میگه و مثلی که امامعلی هزارها آدمای سویت میداره. ما هم با مابین نگاه میکردیم در مابین روس و دیگه ملت‌ها هم باشه از مابین اپوزیسیون قطعی گپ میزدیم، یک استراتژی وربط میکردیم و ما بسیار از این شخص راضی هستم. مرحمت. سوال نهم: راست است که نیکولایف افسری تنتی پوششی فسب روسیه میباشد؟ گمان میکنم که از این ما باخبر نیستم. از کجا شما باخبر هستین؟ ما از این عجیب یک فکری میبردارم. نیکولایف در مسئله یگان وقت حرکت میکرد میگفت که ما میدونیم که چطوری که در سیاست تاجیکستان آدمای اپوزیسیونی را میگن که این آدمای مثلا کسل روحی هستن یا که با امنیت کار میکنن. همین عمود گپارش بود در مسئله گیز نیکولایف میگن. نما میتونم گفته که در یگان امنیت کار نمیکنه. این آدم تجربه کلان داره، عمرش هم گذشتگی است. مطابق رنگ سویت نگاری ما قطعی نیکولایف هم کار میکردیم و یک شخصی است که وجدان داره. این هم گپ قطعی گفته میتونم. او را میخواد که در مابین این 15 کشور زیست زندگی همه مردم خوب باشه. این کلمه را وجدان میگن، یک انسانی که نیکی میخواد. سوال دهم: اعضای گروه 24 با استثنای شما و گدایف شرافدین معلوم نیستند. اینها کیهایند؟ در کجایند؟ اهمیت این که در مسئله سوال پروکاسیونی است که ما باید آدرس و خانه و جای کار و همه چیز گپ زنم. دوستی عزیز، در این سوال ما هیچ وقت گفته نمیتونیم که اینا در کجایند و چی لازم است. این سوال در شما لازم هم نیست. ما هرچند میتونم گفته که گروه 24 به اندازه کلان شدگی است. از 500-600 نفر زیاد شدگی هستند که فقط دائما جلسه میکنن، صحبت میکنن و جاهای اونا در داخل تاجیکستان و بیرون تاجیکستان هستند. مرحمت. سوال 11: جامعه از پس شخصی شناخته میروند. نمایندگان شما در تاجیکستان کی هستند؟ نماینده های ما مردم خلق تاجیکستان است. کسی که آزادی میخواه
همش نماینده ما هستند. اونمو 4 میلیون اهالی همش، هر کسی که در بازار در قدی کوچه گپ میزنه برآمد میکنه برای آزادی، همش نماینده ما هستند. میتونید که در بین مردم بدرین سوال جواب کنین گپ زنین. مرحمت سوال کنید. سوال 12. در دهات دوردستی شما را نمیشناسند. شما کیستید؟ از زندگی چی میخواهید؟ خودتان معرفی کنید. من میخوام که مردم تاجیکستان آزاد باشه. میخوام که مردم توی سربلند باشه، اقتصادش پیش بره، زیست زندگی کودکا بلند باشن، راه علم بلند باشه. بسیار گپی عادی است در مثلا که مردم ما آزاد باشه از ظلم و شکنجه و از دروغ و نیرنگ و فریب گفتن. برنامه کلانترین ما آزادی برای مردم است و از این بلندتر выборы президенتی شفاف و پارلمانتی شفاف که مطابق کنستیتوسیای تاجیکستانی که گفتگی است که ما دولت دموکراتی هستیم، پس بگردیم از حکومت بندیتی در حکومت قانونی که باید به مطابق دموکراتی پیش بره. مرحمت برادر. سوال 13. شما از سالهای 90 از جنگ شهروندی سبق نمیگیرید؟ برادر، سالهای 90 به ما یک غم کلانی به مردم تاجیکستان. همون خطاگی بود که همین نمود حکومت در بالای سری ما آورد که هر روز مردم تاجیکستان در هر جا میبره و حکومت طرف مردم نظرم نمیکنه. گمان میکنم که همون خطاگی بود که این روز ما سال به سال در غم زیاد گرفتار شدیم و این روز ما باید همین خطاگی را اصلاح کنیم. مبارزه را تا نفس آخر بریم که مردم باز بگرده بر راه حق و عدالت و راهی که میبرداره اقتصاد، نه اینکه یک اولاد دزد غارتگری مشینی که جولی که آدمکش، آدمایی که نمیترسن از مثلا غیبت میکنن، از پیشکش اسناد میکنن. اینقدر مردم تاجیکستان که در روسیه کشته میشد، در داخل تاجیکستان کشته میشوند، آدمایی که درش گپ زدن نمیتونن در سر سوق. این نمود حکومت نه من میخوام نه مردم تاجیکستان میخواد. و هر کسی که یک کمی وجدان داشته باشه، یک کمی عقل داشته باشه، اگر حق خودش طلب میکنه از حکومت، نه اینکه حکومت طلب میکنه بایگری رای دزدی خودش از خلق. حکومت برای خلق باید باشه، نه اینکه خلق برای یک اولادی بدبختانه باید باشه. از این میتونم گفته که اگر 10 بار سال 90 سال باید بیاید، ما مبارزه ما 10 بار سخت‌تر باید بریم. زیرا که اینا شیطانن، اینا دزدن، اینا غارتگرن. با این خاطر ما باید سخت‌تر مبارزه ما پیش بریم. هیچگاه باید نگاه نکنیم با اون آدمایی که گذشتگی هستن. هر کسی که در راه صلح شدگی 97 او خطاگی کلان کرد با این بدبخت. زیرا که پس از سال 97 امام علی زمینای تاجیکستان سودا کرد. امام علی مردم تاجیکستان زیاد کشته کرد. مردم تاجیکستان بی غرور در جهان کرد. مرحمت سوال کنید. استاد محترم، از شما خواهش دارم که شما عصبانی نشین. انشالله این سوالا همش معلوم است که سوالای پرووکاسیونی هستند. خب میگذاریم در سوال 14. میتینگ بازی را همچون واسطه جنگ اندازی از کی آموختید؟ میتینگ بازی را ما آموختم از امام علی. همین امام علی استاد همه یعنی کار است.
макр ҳилаи эмомалӣ дар ма бисёр қоил ҳастам. шайтони калон бозам мегум эмомалӣ аст дар ҳамин ҳила, ҳамин бозӣ. ва ма ҳамин роҳеро бардоштум ки дар ҷое ки ӯ наметавонад ҷавоб ёфтан. ӯ дар кадоми ҷавоб гуфта ёфта наметавонад? дар пеши халқ, дар пеши мардуми Тоҷикистон дар саволаш ҷавоб гуфта наметавонад. ин бадбахт. марамат савол. саволи 15. пулҳои рабудаатонро дар кадом бонкҳо нигоҳ медоред? чӣ тавре ки дӯст азиз шумо медонед, ҳамаи пулҳое ки дар дохили Тоҷикистон дар кисаи Эмомалӣ ҳастанд. ҳамаи мардуми Тоҷикистон Эмомалӣ ғорат кардагия. ва ма дар ин саволтон як гуфта метавонам ки ма дар роҳи мубориза на барои мулк раштам, на барои пул биромадам. ва ира як мардуми Тоҷикистон медонад. ин саволи провокатсионии шумо ин аст ки дар кадоми банк ма аз шумо метавонем, лекин афсус ки ма шуморо намешиносум. шумо дар паси парда ҳастем ки шумо то ин рӯза ягон асноде дорем ки дар кадоми банк ма баҷо кардагӣ ҳастем ва гуҷо бовардагӣ ҳастам аз дохили Тоҷикистон. ма шахсан намедонам. марамат савол чи? саволи 16. оё равост ки дар кишвари Туркия рақиби таърихии тоҷикон ва форсзабонон пойгоҳатонро ба вуҷуд биёваред? як бори дига ман саволро такрор мекунам. оё равост ки дар кишвари Туркия рақиби таърихии тоҷикон ва форсзабонон пойгоҳатонро ба вуҷуд биёваред? яъне ки дар як давлате ки онҳо худашон туркзабон ҳастанд, шумо дар ҳамуҷа мақсад штабтон аз ҳамуҷа ташкил кардагиед? чӣ тавре ки ман медонам ки дар сари қудрат Эмомалиро масалан ҳамун риштаи турко ба сари қудрат овардан шунондан. масалан Узбекистон оварда сари қудрат овард мондуш. ва ман метавонам гуфта ки масалан ҷои турко ин рӯз худоро шукр ин мамлакате ки мо дар ҷо ҳастем ақаллам адлу адолат аст. ино говсуд намекунанд. чӣ тавре ки Эмомалӣ масалан нопурсида одама 17 сол маҳкам мекунад. ва мо аз ҷои пойгоҳе ки мо гирифтагӣ ҳастем мумкин чандин бор чандин ҷоро эваз кунем, мумкин наздик бием, лекин ҳеҷ вақт форсора ба масъалаи туркзабоно қади ҷанг намеандозем. ин кора фақат Эмомалӣ мекунад. мо нақшаи мо, стратегияи мо ки ба масъалаи ҳама мамлакатҳо дӯстимона нишон диҳем. нияти мо як аст ки эваз кардани режим. ягон пойгоҳ дар мобайн нест, фақат холис ба худо муборизаро пеш бурдан аст. марам савол тим. саволи 17. ин мухолифатнишии шумо дастури пантуркистҳо нест? ман гумон мекунам ки мон Эмомалӣ сарошонро дард куна, мон Эмомалӣ ғам бихӯра ки аз куҷо ман қувват дорам. но як гап 100% метавонам гуфта ки қувваи ман аз тарафи Парвардигор аст, аз тарафи Аллоҳ аст. худованд мара дар ин роҳ андохт, дили мара қувват андохт ва ман бениҳоят шукргузорам дар пеши Парвардигор. ва мон Эмомалӣ ғам бихӯра ки аз куҷо худованд ӯро дар ғазаб гирифтор мекунад, аз куҷо ӯро мезанад. гумон мекунам ки аз ҳама тараф худованд ғазабш мегирад, ҳамаи миллатҳои ҷаҳон ӯро мезананд. марамат савол. саволи 18. шуморо ба фитрат монанд мекунанд ки баъд аз Туркия омадан муоширатро бо забони тоҷикӣ манъ карда буд солҳои 20 асри 20. шумо баъди аз Туркия омадан чӣ нақша доред? раҳмат бародар, пас аз омадани дар сари ҳукумате дар сари замини Тоҷикистон ман умед дорам ки халқ худаш тақдири насибша ҳал мекунад, на ин ки Ҳоҷи Умар ҳал мекунад. халқ бояд роҳша пайдо кунад, ба кадоми роҳ пеш меравад. ҳукумати мо ҳукумати халқӣ меша, ба фоидаи халқ меша ки дар халқ свет боша, ба халқ иқтисод пеш барава, зисти зиндагиш пеша, обрӯ дошта боша ҳамун халқ. ин чизора халқ талаб мекунад, ин чизора халқ худаш ҳаракат мекунад. ма фақат ҳамун инструменти ҳастам ки ҳамин золима, ҳам бадбахта аз сари қудрат гирифтан ки мардум озод шавад аз ҳамин зулм. аз чӣ мешавад пас аз ӯ натиҷаи стратегияи президентии выбори оянда аст ки дар ин вақт мумкин садҳо одамҳо программаи худшона пешниҳод мекунанд. ба ин хотир ин саволи шумо пеш аз пода чанг бардоштан аст. умедвор ҳастем ки худованд дар мо қувват битиҳу ки то ӯ вақта мо дохил шавем ва ватанмонро озод кунем аз ин зулм.
سوال 19 ملا کفایت الله کیست؟ باور کنین که قسم به نام خدا که ما همون ملا کفایت الله را خودم نمیشناسم کی هستن. از اول امنیت تاجیکستان از یک جانب از کدام آسمان از کجای یک گپی را پیدا کرد در مابین پای ما پیوسته کرد که گویا که کفایت الله پیری ما است که ما عموما کفایت الله را نمیشناسم. عموما قطعی سلام کردگی نیستم، یک پیاله چای هم خوردگی نیستم. میدانم که در تاجیکستان یک نمود ملایی که از مسئله عقیده سلفی بود در تاجیکستان آمدگی بود، لیکن بزیدی او گپ هم زدگی نبودیم. یک دو سه وقتا در تاجیکستان شنویدگی بودم، لیکن این امنیت گفتگی است که مثلا امی آدم با ما یگان پیوستگی داره. اگر نه عموما نه عقیده من نه فکری من با او برآورد نیست. ما او شخص را نمیشناسم. امیدوار هستم که یک آدم مومن مسلمان خوب باید باشه، عبادت کرده باشه. ما او شخص را نمیشناسم. مرحمت. سوال 20 البته ایش هم درباره همین ملا کفایت الله است. معلومات است که در افغانستان شما با ملا کفایت الله افغان رابطه استادی و شاگردی داشتید. با عزت نفست نمیرسد این گونه رابطه ها؟ برادران بازم که تکرار میکنم که در افغانستان ما عموما کلمه ملا کفایت الله را نمیشناسم. مثلا در افغانستان ما میشناسم حضرت بهادر جان یک شیخ، میشناسم حضرت مولانا سمنگانی رحمت الله علیه و دیگه آدمایی که در افغانستان هستند. عموما در مسائل کفایت الله را من نمیدونم که کی است. اگر که مثلا در نظر از طریقه صوفیگی بگویم که کی است، حضرت بهادر جان میشناسم. قطعیشون تخمینا 10 سال حج رفته بودم، 10 بار حج رفته بودم و میفخرم از این. و میبخشین این سوال شما باید در مثلا امام علی بتین، زیرا که امام علی در پیش مردم رقص و بازی میکنه، رنگ همون فکری که شما به مثلا نفس میگین گپ میگین، گمان میکنم که این همون حرکت‌ها را امام علی میکنه، همون کلیقایی که شما میگین. ما شخصا از خدا راضی هستم که هر کسی که در حق ما دعا میکنه ما در پیش او شکرگزار میشم، که چی کم بغل باشه، چی یک آدم فقیر باشه، چی مسافر باشه، چی یک کودکی که بیمار باشه که مسافر بیمار باشه، ما از همه دعا را میگیریم که خداوند به سبب واسطه دعای مردم گناه ما را ببخشه. مرحمت. سوال کنید. خب سوال 21 البته از سوال خودتان میفهمید که این سوال ها از کدام طرف اومده است. سوال 21 میگه عمر علی شما خود کی هستید؟ نصرانی، در سابقه گرودیده، حنفی، سلفی، صوفی، کوفی، لعنتی؟ البته برادرها ما گفته بودم که در سر قدرت که یک شیطان که میبیاید با مطابق سوالش سوالی به مثلا همه مسلمان‌ها در اینجا این لعنتی آورد رسوند، یعنی که فرق نداره این کلمه این صوفی هم نمیدونه، کوفی هم نمیدونه، این مثلا سلفی و دیگه شان نمیدونه، هر کسی را در اینجا سخلت کرد، یعنی اینکه سنی مذهب در این مبین داخل کرد. همه این در پیش این شخص لعنتی هستند. این نمود عقیده را فقط امنیت تاجیکستان در اطراف تلخلانیتلوی امام علی و مو گید اطرافای امنیتیایی که هستن که خانه خدا را اینا میگن که یک 4 تا سمبلوک قطعی چیندگی هم پول جمع میکنن، وزیر امنیت تاجیکستان این گپا را گفتگی بود. این نمود سوال است. برادر به همین سوال ما یک گپ میگم، من مسلمان هستم، چیزی هم که باشم من مسلمان هستم، بازم میگم که من مسلمان هستم و از خدای خودم راضی هستم، به حرکت به مبارزم. لعنتی شما هستین، لعنتی امام علی رحمان است، لعنتی گرد اطرافایی که در گرد اطراف امام علی چی لگنبردارن که وطن فروشن، لعنتی امام علی است که قسم زده است، ابله خدا زده است، این روز که مردم تویشون در بدر شدگی است. لعنتی اونایی هستن که کسی که رژیم دستگیری میکنن در هر مکر حیله و زور. لعنتی شما هستین که اینقدر زنها را بی‌وزن کردین، اینقدر کودکان را یتیم کردین، اینقدر مردم را ناامید کردین. شما هستین لعنتی در گرد اطرافی که دستگیری میکنین امام علی را. مرحمت. سوال کن. سوال 22 با کدام مملکت‌های خارجی شما رابطه دارید؟ با همه دولت‌های خارجی، نیست در ملت در زمین، همه ملت‌هایی که در جهان هستن، همه دولت‌ها قطعی
من سلام علیک دارم برادر. مرحمت سوال. سوال 23 شریک استراتژی شما کیست؟ شریک استراتژی ما خداوند است که در هر کاری که من میکشم ما به خدای خودم روز دل میکنم گپ میزنم. و دیگه‌مش پس از خداوند که مردم خلق تاجیکستان است که ما درد او را ببینم و مطابق درد مردم گپ میزنم. باز یک گپ دیگه است که شریک استراتژی ما وجدان ما است که مرا چی در همین راه حرکت میکنم، مبارزه را قوت میبخشم. و گمان نمیکنم که ما در شما باید راه استراتژی خدمت در شما گپ زنم. این راه مبارزه است که هر یک از در وجدان خودش، در ایمان خودش، در روحی خودش میقفه که مردم از بری چاه بکشه در راه راست مانه. مرحمت سوال چیم. سوال 24 ادوارد لیمونوی همجنسگر را راست است که رفیق شما می باشد، زیرا عکس شما با او موجود است؟ ما واقعیت یگان وقت در زندگیم ادوارد لیمونوم نمیشناختم، قطعی تو سلام کردگی نیستم. نو ما در وقت 2012 سال وقتی که برآمد کردم فرقی نداشت که در کجا برآمد کنم بزید این شیطان ظالم، بزید این حکومت. و هر جایی که در ما امکانیت بود ما میگفتم که در ما آواز بتونم که ما غم مردم تاجیکستان گپ زنم. گمان میکنم که این راه مبارزه است و خودی لیمونوف من نمیدونم، نمیشناسمش، نمیدونم که او در همون مباین بود یا که نبود. و میفخرم از آن که در هر جایی که 2012 برآمد میکردم ما غم مردم میگفتم. گمان میکنم که این فایده کلام به مردم رسوند. مرحمت. سوال 25 این چی عمومیت است که ادوارد لیمونوف کفایت الله بر این آدمان شما مناسبت میکنید؟ ما گمان میکنم که از این سوال یک بود هوای پروکاسیونی میبیه. همین شخصی که همین سوال میتیه گمان میکنم که خودش همین مرض در گرفتار است و مثل همین چیزی که در نظر خودش داره. و گمان میکنم که گرد اطراف امام علی کسی که میگردن همشون زیادیشون همین همون عقیده دارن در مابین خودشون، همجنسی حرکت میکنن در مابینشون. باز هم من میتونم گفته که خدا را شکر من مسلمان هستم و در راه مبارزه خودم با اعتقاد سربلند پیش میبرم و امیدوار هستم که این سوال شما باید در امام علی بتین که همون کفایت الله کی هست و همین چرا اینقدر زمین تاجیکستان در چین سودا کرد و چی با اینقدر مردم موند در پیش روسیه، در پیش کریمل اینقدر رقص و بازی برای چی میکنه؟ این خشم میجمون در توی این را حوالتین خوبتر میشه و گمان میکنم که این سوال برای او تعلق داره. مرحمت. سوال 26 و پدر و مادران و همسر و فرزندان آدمانی که مفتون تفتینه 10 اکتبر سال 2014 شما شدند و حالا در زندانند چی میگویید؟ میگم که این فرزندای تاجیک قهرمانای ملت تاجیک هستند، قهرمانای سرزمین تاجیکستان هستند و من میفخرم از اونو، هرچند در پیش مادراشون گپ زدن نمیتونم، زیرا که
با جای اینا صدها هزار فرزندای تاجیک زیاد میشوند، زیاد مبارزه میبرند و بالاخیر آزادی در مردم میرسه. اینا همون شعرهایی هستند که من سربلند مبارزه ما زیادتر میبرم، زیرا که مبارزه اونا، حرکت اونا برای ما یک ستاره بلند است. میارزه برای مردم ملت تاجیک مبارزه پیش بردن، میارزه که این مردم آزاد شوه از این ظلم، میارزه که ما در این راه هر راهی که شویم فدا هم شویم نابود هم شویم، اگر این ملت سرش برداره میارزه و میارزه همین کار. اینا قهرمانای ملت هستند و من میفخرم از اینا. من سوال 27 نقشه آینده تون چیست؟ مبارزه تا نفس آخر، تا این چشمای ما که این دنیا را میبینه، تا نفس آخر بزدید همین ظلم، بزدید همین شیطان، دجال، دزد، غارتگر، ابله، پلید، این که قسم زده است، این که مردم ما تیپا کرد، این که فکر میکنه که ملت تاجیک فقط همشون دیوسن، این ما خطای کلان است. در روزای نزدیک این میبینه که این مردم سرش بلند میکنه. مبارزه یگانه راه مبارزه تا نفی آخره. سوال 28 با محمود خدایبردیف چی عمومیت دارید؟ با مسئله محمود خدایبردیف عموما یگان بار واخوردگی هم نیستم و قطعش گپ زدگی هم نیستم و عموما استراتژی او معلومات در من نیست. نو اگر که محمود خدایبردیف خیزه و حق چه طلب کنه، ما با او زیدیت ندارم. دشمنی ما امام علی هستی، دشمنی ملت ما امام علی هستی. ما فقط یک دشمن دارم، یک اولاد هستند. اینا یکی خودشون بلند موندگان از ملت ما، از فرهنگ ما، از تاریخ ما، از زندگی و مال زندگی ما، از زمینی که ما سودا کردیم بچین. این دشمن است. این میلیون بار دشمنی سخت‌تر است نظر از محمود خدایبردیف. زیرا که محمود خدایبردیف اگر که مبارزه بود برای راه خودش، این که مبارزه بود برای چی؟ نوسی خودش. این تگی پاکت مردم مرا، دینی مرا تگی پاکت. با این خاطر دشمن ما فقط امام علی قطعی اولادش هسته. مرا من سوال کی؟ سوال 29 شما اگنت کدام دولتند؟ ما اگنت مردم تاجیکستانم. ما خدمتگار مردم تاجیکستانم و ما در این حرکت که میکنم فقط خدمت ما برای دین میکنم، برای خلق میکنم، برای زمین میکنم، برای ملت میکنم، برای هر یک آدمی بیچاره‌ای که در این سرزمین تاجیکستان است. ما اگنتای هوایی هستم. مرحمت برادر سواتی. خب سوال آخری ما در همین دیگه خلاص می شود. سوال آخرین همی است که چند همسر دارید؟ درباره عائله‌تون معلومات دهید. زنتون زیباست؟ ببینید که این نمود در فیسبوک اول میتیه. اول این سوال خودش سیاسی نیست. این آخری سوال یا پرووکاسیونی است که مثلا در همین سوال عمر علی میترسه را جواب دادن در گپ زدن ده. دوستی عزیز، اگر که تو این قدر به ناموس میبودی، اگر این سوال چرا تو در امام علی نمیتی، چرا تو در عبیدالله نمیتی، این قدر رقاصا و حافظا را میرسن و حرکت میکن، چرا تو این سوال در بچه امام علی نمیتی؟ این قدر که تو به ننگ و به ناموس باشی. تو در مسئله سوال ما در مسئله ناموس ما داخل میشی، در زنی ما و در گپ زدن. چه نمود تو تاجیک هستی؟ این سوال سیاسی نیست. اگر که مرد باشه همین سوال در امام علی ته، بعد بیاد ما بده ما دت جواب بدیم. خودت یک آدمی در سوالتیم او قدر تجربه نداری، کوشش کردی پرووکاسیون کنی. پرووکاسیون تو در این مابین نمیشه، زیرا که خود به علم هستی. ما در مابین کبیری فرقیتی دارم. اگر که ممکن کبیری باشه در این سوالا یک کدوم جوابم نمیداد. ما به خاطر چی جواب دادم؟ که تو یک بار بفهمی که ما برآمدهای خدمت که سر کردم در استراتژی نو در این سوالای تو صدها بار جواب میدم که تو بفهمی که ما خدمتگار ملت هستم، ما خدمتگار دین هستم، ما خدمتگار چی؟ عدالت هستم در مردم. من نمیخوام که یک اولاد مردم تاجیکستان استفاده برای ما را جنگ بندازم بین ازبکا و پامیریا و شیعه و سنی و ولوی و وهابی و دیگر. این نمود حرکت شما کردید. شما در مابین میاندازین، مابین سنی و شیعه و سلفی و در آخر لعنتی گفتین. شما آدمای به علم هستین، به معرفت هستین. از سیاست بردگی نیستی.
تو رنگ با تو سوالای تو فقط رنگ همون خولیگانو جواب دادن نکنه که تو بفهمی، کوچگی جواب دادن نکنه که تو بفهمی. زیرا که تو آموخته هستی که در سیاست سوال میتی دانایی قطعی مردم در تو باید دانایی جواب بدی. انسان وقتی که ناموس نداره همین ناموس سوالا رو تیار میکنه میمونه. انسانی که فرهنگ نداره اگر که تو همین نمود با ناموس میبودی چرا تو این 23 سالی قدر خاموش هستی؟ تو خودت کی هستی که در پس پرده گپ میزنی؟ چی با تو این سوالا در مالی نمیتی؟ قدر که تو وجدان داشته باشی، اگنت بازی کیسته باشی، پولی ما را حساب کیستی، مالی ما را حساب کیستی، در داخل زنی ما داخل شده که زنی ما چی نمود است؟ ما خوشبخت هستم از زن و فرزندم از زندگیم. نو ما تو سوال میتیم که چرا تو در امام علی نگفتی؟ او رقصای حافظه را که میرسن رقص بازی میکنن، عرق میخورن، دیوانگری میکنن، چرا تو این قدر به ناموس شهروند تاجیکستان در او سوال نمیتی؟ وقتی که او زنی را سودا کرد، وطنی را سودا کرد، وقتی که دست به دین زد، 10 قانون به دین اسلام آورد، وقتی که این روز بسیار آدما گریه و نالیش میکنن برای چی؟ برای آزادی مردم گپ بزنن میرن 17 سال محکمش میکنن. کجا هستی تو به ناموس که تو اینقدر در مسئله ناموس یک از دیگه نمیرسی؟ وقتی که تو میدونی که امام علی شب و روز در زنا و عراقی هستی، ای به ناموس وقتی که تو سوال میکنی تو فکر کن تو چی گفتی؟ تو آموخته که مردم تاجیک با گپ بار میکنین، امنیتی ها میشین در یک جا گپ قطعی بار میکنین که میترسه این مردم در سوال جواب دادن ده. کاری تو چیه که ما چقدر زندگی کردم چیکار کردم من؟ اگر که تو داشته باشی ناموس چرا تو در پرزیدنت اول جواب نمیدی؟ 24 سال هزارها دخترها را رسیدن، 24 دختر در یک ماه بچه پرزیدنت رسید. تو کجا هستی که در این سوال جواب بدی؟ ناموس بداشی چرا تو این گپ نمیزنی؟ آدم با این درجه که سوال میتیه فکر میکنه که اپوزیسیون میترسه گپ زدن، فقط شما دشنام کده میتونی گپ زدن. ما او آدمی هستیم که به همه سوال شما جواب میتیم. من گفتم که شما بی‌ناموسین، وطن فروشین، قسم زدین، در گرد اطراف یک لعنتی شیطان دجال در این دنیا و در اون دنیا جواب میگین، در پیش خداوند جواب میگین، قانونای بدی خداوند بکشین. شما در سوالاتون لعنتی گفتین همه را. کسی که نباشه لعنتی، کسی که ایمانداره لعنتی هستن. چی هستین دیگه دم و بین؟ تو حتی تو این درجه را تو نفسی آخر شما کفایت را میگین که ما کفایت را میگم. ما کفایت را هست پشت نمیشناسم، نمیدونم من کی هستی. این همش بازی امنیته، همش در مسئله دم بین جنگ اندازیه. یه روز میگه که دختر دزدی شد، یه روز میگه که دیوانه، یه روز دیگه گپ میبرین که مردم اعتقاد شده نمیتونن کرده. اهمیتی روز به روز مردم زیاد در اطراف ما جمع شده و جمع میشوه و زیاد میشوند و ما پیروزی را به دست میبریم و مردم آزاد میکنیم از این. بازیرا که در پایه در تک پای شما نیست عدالت، نیست گپ حقیقت، همه گپ شما دروغه، همه سوالای شما مکر هیلای. آخرش تو آمدی در نفس ما حرکت کردی، در زندگی ما داخل شدی. همین زن در امام علی چی باز این سوال نمیتی؟ زن رنگ خوبقه وریه دیزید چی باز او گپ نمیزنی؟ دم باین به گپ بزن. دم باین یک آدمی که لعنتی که شب روز عرق میخوره، وطن فروشی میکنه، گپ بزنه. رنگ یک آدمی که فاحشه وری رقص کونشانه جمونه، تو در اوی گپ نمیزنی. میترسی در پیش گپ زدن،
هیله و نیرنگ رنگ رو نداری که گپ زنیده او تو دمای این سوالا رو دمتی تو دین اسلام بو نبردی ای دین اسلام بو نبردی تو در پیش تو هر یک آدمی که نماز خونه لعنتیم ابله آدم ایادت نبره این روز پگه میمری من میگذرم در روز فرد روز قیامت مطرح از گردنت میگیرم که تو دم همین سوال دادی مکر هیله کردی شیطان در گردنت سوار شید که ما سوالای زیاد در حاجی مر بتیم کوشش کنم که آبروش بریزونم آبروی مرا خداوند دادگی و خداوند ما بلند کرده دادن میگیره که ندادی دما تو آوری میمونا دادگی نیستن یا آبرو را و من میفخرم که من تاجیکم نظر از ما و تو فرقیت نیست ما برای دینم مبارزه میبرم برای وطنم برای تاجیک بودنم مبارزه میبرم تو کی باشه برای وطن فروشید برای دیوسید در پشت یک دجال شیطان بودن مبارزه بردستی و ما و تو در میدان وا میخریم این گپات همش دروغ است که تو گروه 24 داخل میشه و حرکت میکنی همه این سوالا پروکاسیون است میکیم در مطابق مبارزه من تو سوال دادم جواب که از پیش گپای مطرح بگم که در مسئله که دزدی و غارتگری از امام علی دل جگر سپسیا شود تو حمایت کردی امام علی را کوشش کردی که در زندگیتون ساز بروین بدتر روز به روز زندگی مردمی تاجیکستان بخش گرفتن در این که پارلمانتی برده امام علی همه را از آواز کشید این چی نقشه و نتیجه است امام علی میدونه که دیگه طاقت مردمی گپی مردم نداره آخرش مبارزه است آخرش جنگ است و گریز امام علی است و هر جایی که را در توالت رو آدم در توالت میقطعیمش مورا همین را نشانش میتیم که همین غضب مردم در بالای سرش آمد و غضب مردم روز به روز در بالای سرش زیاد شده رفتن میگیره و یک گپی دیگه هم میگم که ما اومده هستم از مابین مردم که هزارها سوالای شما جواب بدیم رحمتی کلان دوستای عزیز خداوند شما را نگه داره و همه سوالایی که آدم داد ما ایرا آشکار در مابین مردم جواب دادم که آدمایی که این همون سوال میتونن بدونن که ما در همه سوالا تیارم جواب دادم یگان سوال نیست که ما از این سوال بگریزم که بدونن که مردم روی مبارزه روی حق است تلخ هم باشه باید گپ قبول کنیم در روی مردم گپ زنیم خداوند شما را نگه داره ان شاء الله خدا خواهد در روز نزدیک یا دسته خبرهای بهترین کلامترین در ما شما میرسه و ما اپوزیسیا یگان نمود مخالف گروه مخالف دشمن نمیگیم هر کسی که دشمن امام علی با ما دوست است دشمنمون در ما دوست هستند مرحمت دروازه ما هویت به مسئله همه برآمدا به من گپا رای ما یک است مبارزه تا نفس آخر به ضد این ظلم دوستای عزیز خداوند شما را نگه داره خداوند شما قوت بخشه شما برادرها یک راه از یادتون نبرین که ما در مابین شما هستیم و امید دارم که شما در روزهای نزدیک صدای آواز آزادی این تاجیکستان را میشنوین خداوند شما را نگه داره حافظ خب تشکر زیاد استاد عزیز معلوم است که این همون سوال‌ها همه سوال‌های پروکاسیونی است یگان آدمی شغالای امام علی هستند امنیت هستند البته در سوال آخریش هم موجه معلوم کار خودشه که کی بدنشه چی بدنشه ما باوری داریم که حاجی عمر در هزارها سوالهای شما آماده است که جواب بتیه به هر نموده که سوال میتین ما باوری داریم که انسان انشاءالله به هر یک سوال شما جواب میتیه و ما یگانه چیزی که در این انسان دیدیم همین چیز بود که ما را کشید آورد در برش از زن و فرزند از خانه و در از کار و از همه گذشتیم دیدیم که انسان حق است از با قانونهای نقلی هم با قانونهای قرآنی هم با قانونهای شرعی هم گفتیم دیدیم که آدم باید دستگیری کنه انسان در این وقت در این زمان باید دستگیری کنه خود انجینر باشه خود ملا باشه خود استودنت باشه هر کسی که باشه اگر در دلش یک ذره از ایمان باشه باید دستگیری کنه دیدین دوستای عزیز که سوالا با چی نمود داده شدگی همه سوالای پروکاسیونی چند پولداری در کدام بانکن کدام آدم‌ها که جاهن چی نام دارن دیگه جاش شما به آدمایی که زندان شدن شما چی گفتنی هستید اینا هم سوالای پروکاسیونی هستند هر کسی که در این رو خارج می شود داخل می شود در همین صف ما داخل می شود او البته